برای کسی که نمیدونه کجا میخواد بره و چه هدفی داره هیچ موفقیتی وجود نداره. منظور از این جمله چیه به نظرتون؟ منظور این جمله اینه که هر انسانی باید یک هدفی در زندگیش داشته باشه تا اونو دنبال کنه. در غیر این صورت زندگی اون انسان به تنهایی هیچ معنی خاصی نداره. تا به حال شده که از خودتون بپرسید که هدف زندگیتون چیه؟ یا چجوری میتونم هدفهای زندگیمو پیدا کنم؟ حتما این موضوع برای شما هم اتفاق افتاده که با خودتون بشینید و بگید که این دنیا هیچ معنی نداره و با این افکار منفی و ناامید کننده فکر کنید که دنیا به آخر رسیده. قطعا تمام انسان‌ها در طول زندگیشون یک بار به این فکر افتادن. اگه تا به امروز هدف مناسبی در زندگیت پیدا نکردی اصلا نگران نباش. بعد از اینکه این ویدیو رو نگاه کنی متوجه میشی که چجوری باید به دنبال اهدافت باشی. اما اینو یادت باشه که اهدافت رو نمیتونی یک شبه به دست بیاری و باید برای انتخاب یک هدف درست زمان بذاری و ذهنتو آزاد کنی. شما باید هر روز صبح که از خواب بیدار میشین با انگیزه انجام دادن یک کار بیدار بشی و هدفی که در ذهنت داری رو دنبال کنی. برای همین به شما توصیه میکنم که برای کشف بهتر هدف زندگیت به سخنان افراد موفق گوش کنی، چون دونستن این سخنها به تو کمک میکنه تا درک بهتری داشته باشی و با ذهنی بازتر بتونی هدف زندگیتو مشخص کنی. سخنان ماندگار افراد موفق دنیا. دالای لاما درباره زندگی هدفمند گفته که شاد بودن هدف واقعی در زندگی است. استیو پاولینا نویسنده آمریکایی درباره هدف داشتن میگه که هدف از زندگی کشف تجربه است. کریس گیلبیو درباره زندگی هدفمند گفته که هدف از زندگی شاید یک جفت چکمه و گربه ها باشن. رالف اسمارت درباره هدف زندگی گفته که هدف اصلی زندگی اینه که به بهترین نسخه خودمون تبدیل بشیم. پارکر همسر یکی دیگه از افراد موفق که درباره هدفمند بودن یک جمله به یاد موندنی داره که گفته هدف از زندگی کشف محیط اطرافتون، کشف خودتون و اون چیزی که آموختید هست. براند بیکر هم جمله به یاد موندنی داره که میگه هدف از زندگی ساختن چیزی متفاوت هست. متفاوت و مثبت باشید. وقتی دری به روت بسته میشه، پنجره‌ای به روت باز میشه. اگه خورشید غروب کنه، ماه جلوی چشمات میاد. پس اگه حس میکنی فصلی از زندگیت تموم شده، مطمئن باش که فصلی بهتری تو راهه. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.